توی این ویدیو می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که استراتژی‌های سوددهی که به ما معرفی میشن آیا واقعا سودده هستن یا نه. پس اگه سرمایه تو این بازار داری حتما تا آخر این آموزش با من باش. سلام، من محمد جواد هستم. خوش اومدین به اولین ویدیو از کانال ترید با ربات. خب من از همین اول یه نکته رو به شما بگم، اونم این که بی قانون برای خودتون بذارید و به تمام استراتژی‌های معاملاتی که وجود دارن به چشم یک استراتژی ضررده نگاه کنید و فکر کنید که اون استراتژی قرار حسابتون و پولتون رو نابود کنه. حالا این استراتژی هر چی میتونه باشه، چه بر اساس پرایس اکشن باشه، چه بر اساس اندیکاتورها و یا اسیلاتورها، هیچ فرقی نمیکنه. شما برای اینکه یک استراتژی رو مطمئن بشید که سوده هست، حتما باید یک بک‌تست طولانی مدت از اون بگیرید و مطمئن بشید که این استراتژی توی چرخه‌های مختلف بازار میتونه به شما سود بده. حالا شاید بگید که بک‌تست طولانی مدت یعنی چه مدت، یا مثلا چند ترید رو بک‌تست بگیریم که مطمئن بشیم. ببینید، به طور معمول یک استراتژی رو باید حداقل 3 سال ازش بک‌تست گرفت. یعنی مثلا اگر الان سال 2024 هستیم، باید اون استراتژی مورد نظرتون رو از سال 2020 یا 2021 تا به امروز ازش بک‌تست دقیق بگیرید، یا اینکه به لحاظ تعداد ترید حداقل 400 الی 500 ترید از اون استراتژی بک‌تست گرفته باشید. شاید خودتون هم تجربه کرده باشید که یک استراتژی رو توی حالا هر پلتفرمی، چه تو یوتیوب، چه تو اینستاگرام، یا از تو دوره آموزشی یاد میگیرید و توی اون ویدیو آموزشی اون استراتژی به شدت عالی کار میکنه و سوده است، اما زمانی که خودتون اجراش میکنید اون نتیجه دلخواه رو نمیگیرید. علت این موضوع اینه که اون شخص که به شما اون استراتژی رو یاد میده بک‌تست خیلی کمی روی اون استراتژی گرفته و در حد یک معرفی ساده میاد اون استراتژی رو به شما نشون میده. شما خودتون باید اون به صورت جداگانه حتما یک بک‌تست طولانی مدت از اون استراتژی بگیرید. حالا مشکلی که وجود داره، بک‌تست گرفتن مثلا 3 ساله یا 4 ساله زمان زیادی از شما میگیره و خیلی هم خسته کننده است. چون خودم قبلا این کار رو انجام دادم و میدونم چقدر زمان تلف میشه. اما یک راهی که خیلی خیلی سریعتر و راحتتر و حتی دقیق‌تر هست، اینکه اون استراتژی رو به ربات تبدیل کنید و با ربات بک‌تست بگیرید. چون ربات تقریباً بک‌تست 3 ساله روی یک استراتژی رو توی 2 الی 3 دقیقه برای شما انجام میده. و نکته بعدی این که شاید شما یک بک‌تست بگیرید از یک استراتژی، بعد پیش خودتون بگید اگر ریسک فری رو هم اضافه کنم به استراتژیم چه فرقی تو نتیجه ایجاد میشه، یا مثلا حد ضررمو تریل کنم چه تفاوتی تو نتیجه استراتژیم ایجاد میشه. حالا اگر دستی بک‌تست گرفته باشید، دوباره باید برگردید تمام اون 3 سال رو این سری با روش ریسک فری کردن یا تریل کردن حد ضرر جلو برید و انجام بدید که دوباره از شما تایم زیادی میگیره. اما اگر ربات اون استراتژی رو در اختیار داشته باشید، آپشن ریسک بری رو اضافه میکنید و بازم نتیجهش رو توی 2 الی 3 دقیقه به شما نشون میده. حالا من تو قسمت اولیه استراتژی ساده از مووینگ اوریج رو برای شما آوردم که به نظر سوده میاد، اما زمانی که بک‌تست طولانی مدت ازش میگیرید میبینید که نتیجه جز ضرر کردن و از دست رفتن پول شما نداره. ببین، اینجا ما دو تا مووینگ اوریج داریم، یکی با عدد 9، یکی با عدد 21. خط سفید رنگ در واقع همون مووینگ اوریج 9 هست و خط زرد رنگ مووینگ اوریج 21. زمانی که خط زرد رنگ رو به پایین قطع میکنه، سیگنال سل صادر میشه و بالعکسش سیگنال بای. خب اینجا میبینید که سود داده، اینجا پوزیشن سل بود، اینجا پوزیشن بای دوباره سود داده، اینجا پوزیشن سل سود داده، اینجا یه دونه بای استاپ برده، اینجا دوباره بای سود داده و اینجا سلش هم دوباره سود داده. پیش خودتون میگید که عجب استراتژی سوده ای از خوبه که همین استراتژی رو با پول خودم برم کار کنم و سرمایه‌ام رشد بدم. اما باید بدونید که این تله بازار هست، چون که استراتژی ها حتما باید توی طولانی مدت تست بشن. توی بازه زمانی کوتاه مدت مثلا در حد 20 ترید یا 30 ترید اصلا یک استراتژی نتیجه واقعیش رو به شما نشون نمیده. حالا همین استراتژی رو بریم روی متا تریدر بک‌تست 3 سالش رو با ربات انجام بدیم و نتیجهش رو به شما ببینید. خب اینجا محیط برنامه متا تریدر 5 هستش. من ربات همین استراتژی رو که از قبل ساختم رو وارد متای 5 کردم و الان روی متا از تاریخ 1/1/2020 تا 1/4/2020 رو تنظیمش کردم. تایم فریم 1 ساعت. نماد اینجا رو من نماد GBP/USD انتخاب کردم. خب من الان دکمه استارت رو میزنم و ربات شروع به بک تست گرفتن میکنه.
خب همونطور که می‌بینید ربات داره بک تست رو انجام میده با سرعت، ولی خب حالا همین بک تست 4 ساله حدود مثلا 3 دقیقه احتمالاً زمان ببره. من تا این ویدیو رو سریع میکنم که حالا زیاد وقت گرفته نشه، تا زمانی که بک تست انجام شد نتیجه رو ببینیم و با جزئیات برای شما توضیح بدم که چه اتفاقی میافته. خب بک تست گرفتن ربات تموم شد. همونطور که می‌بینید کل این 4 سال رو حدود 2 دقیقه و 47 ثانیه طول کشید تا بک تست بگیره. خب قبل از هر چیز، قبل اینکه بریم سراغ جزئیات کار، من اولی چند نمونه از ترید هایی که ربات باز کرده رو به عنوان نمونه به شما نشون بدم که مطمئن شیم که ربات درست کار میکنه و همون چیزی که ما بهش گفتیم در واقع بر همون اساس داره ترید انجام میده. من اول حالا این دوتا مووینگ اوریج و رنگاشو درست کنم که مشخص بشه. مووینگ اوریج 9 رنگ سفید، مووینگ اوریج 21 رنگ سرد رنگ. خب به عنوان مثال همینجا زمانی که در واقع مووینگ اوریج با عدد کمتر رو بالا قطع کرده، اینجا پوزیشن ما باز شده. استاپ لاس پشت سوینگ آخر که در واقع اینجا حدود 20 پیپه، اینجا سر 30 پیپ که در واقع همون ریوارد 1.5 که از ما براش تنظیم کرده بودیم پوزیشن بسته شده. پوزیشن بعدی اینجا دوباره خط سفید رو پایین قطع کرده، دقیقا توی همین کندل پوزیشن باز شده. استاپ لاس اینجا تی بی 1.5 برابر استاپ لاس اینجا بسته شده. یا مثلا اینجا دوباره خط سفید رو بالا قطع کرده، پوزیشن استاپ لاس پشت سوینگ آخر تی بی 1.5 برابر بوده که اینجا حالا تا یه حدودی رفته. اینجا دقیقاً چون پشت این سوینگ استاپ لاس ما بوده دقیقاً مشخصه با نقطه جی که اینجا استاپ لاس ما فعال شده و ما از معامله خارج شدیم. این حالا یه نمونه حد ضرراش بود که به شما خواستم نشون بدم. در کل خواستم به شما نشون بدم که استراتژی درست داره کار میکنه بر اساس ربات. اول بریم سراغ تب گرف که الان توش هستیم. همونطور که می‌بینید اینجا این نمودار در واقع جایی است که ما اولین معامله رو شروع کردیم که بالانسمون همونجوری که گوشه صفحه مشخص $3000 هست و زمانی که 4 سال تموم شده بالانس ما 1955. یعنی ما با این استراتژی بعد 4 سال $1000 هم توی ضرر میرفتیم اگه با همین روش جلو میرفتیم. و نکته جالبی که توی این گراف هست همون است که من اول ویدیو گفتم، اینکه بک تست کوتاه مدت نمیتونه یک نتیجه واقعی از اون استراتژی به شما بده. چرا؟ چون شما تصور کنید به جای اینکه از اینجا شروع به ترید کردن می‌کردی و حسابتون همون اول میرفت توی ضرر تا اینجا، شما از این قسمت یعنی از تاریخ 11/12/2020 همین حوالی شروع به ترید کردن می‌کردید. حسابتون اول میرفت توی سود. فکر می‌کردید که این استراتژی یک استراتژی خیلی خوب و سوده است و شروع می‌کردید تا آخر با همین روش جلو می‌رفتید. غافل از اینکه در واقع بعد 4 سال بازه منفی داشتید. خب اینم حالا گراف کلیش هست. اگه تا اینجا این ویدیو فکر می‌کنید که این مطلب برات مفید بوده، حتما ویدیو رو لایک کن و دکمه سابسکرایب رو هم بزن. خب توی تب بک تست جزئیات بیشتری رو میتونیم ببینیم. مثلا اینجا پول اولیه که توی حساب بوده نوشته شده $3000 و برآیند حساب بعد از این مدت 4 سال منفی $1031 هستش. توی این قسمت مجموع پوزیشن ها نوشته شده 478 ترید که از بین این تعداد 245 ترید پوزیشن سل بوده و 233 ترید پوزیشن بای. توی ویدیوهای بعدی حتما قسمت های دیگه ای تر بک تست رو بهتون توضیح میدم چون خیلی مهم هستن، مثل این بالانس دراوداون که خیلی اهمیت داره. خب اینم از نتیجه بک تست این استراتژی. توی قسمت های بعدی استراتژی های دیگه ای رو مثل RSI، ایچیموکو، CCI، مکتی و خیلی از اندیکاتورهای دیگه یا سبک‌های پرایس اکشن تستشون رو به شما نشون میدم، با این تفاوت که بعضی پارامترهاشون رو با هم تغییر میدیم و به شما نشون میدم که با تغییر دادن بعضی پارامترها حتی پارامترهای مدیریت سرمایه میشه استراتژی‌های ضررده رو به سود تبدیل کرد. یعنی گاهی اوقات شما اصلا نیاز نداری که خود استراتژی رو تغییر بدید، کافی مدیریت سرمایه رو تغییر بدید تا اون برآیند ضررده تبدیل به سودده بشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه سوال یا نظری داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی ممنون، مخلصیم.